با خدا قسم باور کنید این ظلم است. این دیگه گذشتن خط قرمز هاست، گذشتن همه گونه سرحد هاست برای رژیم حکومت تاجیکستان. رژیم روز تا روز دارد ترسوتر می شود، ترسانچکتر می شود و الا موسفید 87 ساله که چند سال از عمرش باقی نمانده است به زندان کشیدن او چی معنا دارد؟ به هر حال عزیزا، ما باید به این ظلم پایان دهیم. ما باید جوانان باید که وطن خود صاحبه کنیم، مردم و ملت خود صاحبه کنیم. اونایی که به موسفید 87 ساله 5 سال زندان به خاطر کمک میتین، نه تاجیکن، نه تاجیکستانیان، نه مسلمانن، نه انسانند. اونا از همه گونه این مقدسات و ارزش ها عاری‌اند، خالی‌اند. نام و شوکت انسان بودن برای اونا ارزش ندارد. یعنی اینو بیرون از همه مقدسات هستند. عزیزا، ما انشاءالله در نزدیکترین فرصت برای من دعا کنید. خدا خواهد ما ما یک قرار معین دا باید بیاییم بالاخره. ببینید همه من میمیریم، یک روز نه یک روز میمیریم. این کرونا نصف از ما و شما را کشت پرتافت. بیایید یک مرگ به حیثیت داشته باشیم، یک مرگی به شرف داشته باشیم که به خاطر ایده و به خاطر یک ارزش های والا و مقدس کشته شویم. اگر جان ما و شما در دست این رژیم باشد پس چی علاج؟ بیاید کشته شویم. به خدا قسم در همین حالت مردن ما، مرگ ما بالاتر و بلندتر از زنده بودنمان است. وقتی 10 میلیون از حقوق یک نفر پیرمرد 87 ساله نمیتونیم حمایت کنیم و از ترس در ایزارهایمان میمیزیم و شاشه میکنیم، بدونید، مطمئن باشید که مرگمان بالاتر است، مرگمان ارزشمندتر است از زنده بودنمان. هیچ چیزی از انسانیت برای ما و شما باقی نمانده عزیزا، هیچ چیز. این زندگی و این دنیا ارزش ندارد. اگر ما و شما دنبال ارزش ها و مقدسات نباشیم، خوردن و پوشیدن، میبخشید توالت رفتن، هیچ ارزشی ندارد. بنابر همین آماده باشید، ما برمیگردیم. به هر عنوانی که نباشد ما برمیگردیم و در قطار این موسفید 87 ساله، در پهلوی این موسفید 87 ساله می نشینیم. بابای دانه نماد از مبارزه است، نماد از ارزش های مقدس انسانی است. من هم به دختری رحمت الله رجب، نیلوفری رحمت الله، من هم کمک کردم. به خاطر حجاب شما او را 500 سامان جریمه کردید و این 500 سامان من پرداخت کردم. چرا مرا شما به جوابگری نکشیدید؟ بدانید که خدا هست. گرچند میدونم شما باور به خدا ندارید. خدای هست، البته یک حساب کتابی هست. روز شما هم میرسد کسایی که پیدا کردید عرضه و مرد 87 ساله را، موسفید 87 ساله را برای 5 سال از زندگی محروم کردید، مطمئن باشید که مرگ سراغ شما هم خواهد آمد. مطمئن باشید. من از دوستا خواهش میکنم برای ما دعا کنید و برای موسفید 87 ساله هم دعا کنید عزیزا. انشاءالله در نزدیکترین فرصت منتظر دستورات معین باشید. خدا یاری آور شما.